مرکز تعلیمی و تربیوی پلیس اسلامی ولایت پروان در 12مین دور فراغت خود 355 سرباز از ولایت‌های پروان، کاپیسا و پنجشیر را پس از یک ماه آموزش تخصصی عقیدتی و فیزیکی روانه خدمت کرد. مسئولین خطاب به سربازان گفتند که متعهد و پابند قوانین نظام اسلامی، مکلفیت و مسئولیت‌های سپرده شده باشید. خداوند توفیق برتان بده که به خاطر دفاع نظام اسلامی اینمی رقم گزمه و پیره بکنین چه رقم که یاد گرفتین. مسلکی بودن ای برادرای عزیز یک افتخار کلان است. این تو یک گپ عادی نیست. همین حرکتایی که شما یاد گرفتین، همین کدام نظریه و عقیده که برای شما یاد داده شده، یقینا ما به شما بسیار خوشبین هستیم. پروان ولایت اسلامی پولیسو یو ځل بیا وسو کولای چې د 12مې دورې مجاهدین چې دا 355 تنه مجاهدین دي په مسلکي عقیدوي او تکتیکي برخو کې وروزل چې دا مجاهدین به ان شاء الله د خپل اسلامي نظام د دین او د وطنوالو خدمت کوي. در این حال شماری از سربازان فارغ شده ضمن ابراز خرسندی بابت این آموزش ها تعهد سپردند که با تمام توان در راه تامین امنیت مردم و دفاع از کشور خدمت خواهند کرد. با مدت یک ماه ما درس خواندیم. خیلی مدت ما کم بود و استادا خیلی تشکر میکنیم که به ما درس دادن. خیلی وقت کم ما ان شاء الله همه چیز یاد گرفتیم. تعهد مول وطن سره دین سره دادی چې خپل وطن ته خپل هیواد ته تر ورسې سلګي پورې خدمت کوو چې دلته ذکر دي هغه به عملی هغه ځای کې ترګټه. گفتنی است این مرکز در 12مین دور فراغت خود 82 تن سرباز از ولایت پروان، 175 تن از ولایت کاپیسا و 98 تن دیگر از ولایت پنجشیر را فارغ داده که تاکنون 8417 تن نیروی امنیتی در اینجا آموزش های مسلکی، نظامی و عقیدتی دیدند.